خیلی مزه شده. خدا شکرت. سلام از هنوی بارونی، کثیف ولی زیبا. صبحتون بخیر. داریم میریم سمت نینبین. یه 2 روزی اونجا میمونم، بعدش مجبورم برای ویزا یه 2 روز، یه 4 روز، نمیدونم دقیقا چند روز قراره طول بکشه، ولی باید چند روزی هنوی رو ترک کنم برای ویزا. اشکال نداره، میرم بنکوک، چند روز اونجا میمونم تا ویزام بیاد، ویزای جدیدم بیاد. نمیدونم معلوم بود یا نه، ولی سمت راست این آرایشگر خیابونی ها بود، خیلی باحاله. حتما دوست دارم یه بار امتحانش کنم. وای میستن این گوشه موهای مردم رو تو خیابون میزنن. بنزین رو زدیم. از کل زندگی کلاه دست دوم هم گیرمون اومد. 50,000 تا. و داریم میریم. فعلا چیز جذابی راهش نداشته برای من مسیرش هنوز، چون میدونم که چه چیزایی رو خواهیم دید توی شمال ویتنام به سمت هژینگلوک و صفا. هنوز صبحونه نخوردم. یک کوچولو جلوتر که وای میسیم یه صبحونه‌ای بخوریم و تقریبا 2 ساعت 3 ساعت دیگه هم میرسیم دیگه. 1 ساعت خورده دیگه مونده، ولی با راهی که من میرم دوست دارم هم به جا وایسم. البته امیدوارم که آفتابم بیاد بیرون که بتونیم چارجر رو ببینیم، چون هم یکم مهی، همین که هوا آلوده است. هنوز فکر نمی کنم کامل از شهر اومدیم بیرون. اینقدر خیابون یه چیزی بود، فکر کنم که جای باحالی باشه برای اینکه همین صبحونه چیزی بخوریم. اینجاست که هیچ آیدیایی ندارم که قراره چی بخوریم، ولی بهش گفتم چیزی برای صبحونه داری؟ گفت آره. فکر کنم کلا یه غذا بیشتر نداشته باشه، چون بغلش چیزی بیشتر درست نمی‌کرد. هر موقع که بگی غذاش کلا همینه. نمیدونم دقیقاً این چیه، ولی یه مزه خیلی خوبی داره بهش میده. ولی خیلی مزه شده. این گوشتاشو میگم خیلی خوشمزه است. Come on. Come on. Thank you. چرا؟ دیگه هوای میسیم بغل عینکی اونو میزنیم میگه چرا عجله عزیزم؟ برای چی عجله؟ بعضی وقتی چرا انقدر آدم عجله میکنه به نظرتون؟ مثلا الان من دارم راه میرم با موتور، دو دستم ول کنم، اینجا که دیدید چجوری رانندگی میکنم، واسه اینکه عینکمو دارم مثلا یه 20 ثانیه زودتر برم. چرا ما این اشتباه میکنیم؟ عجیبه، عجله میکنیم همیشه. به قول محمد صادق الان یه همه چی به موقعش میرسه، یعنی سیب‌ها به موقع میرسن، نمیدونم توت فرنگی ها به موقع میرسن، ولی من نمیدونم ما چرا اینقدر عجله میکنیم. چقدر نمیفهمم، مثلا خودمون انسان رو نمیفهمم خیلی، یعنی خودم رو منظورم ها. چرا آشغال ریختن اینجا؟ فکر کنم اینجا تصادف شده، چون هم پلیس هست هم چیز نیست. آره تصادف شده.
از مرحله سرده گذشتیم به مرحله ناموسن سرده رسیدیم. فکر میکنم هرچی دارم این سمتی میرم داره سردتر میشه. قرار بود امروز 35 باشه و این بادم میخوره. یه کوچولو هم نمیدونم معلومه اصلا یا نه، حالت شبنمه ولی همش داره میاد، یعنی یه دقیقه هم وای تموم نشده، وای نستاده. شجریان داره چی کار میکنه تو این راه؟ خدا شکرت. یعنی 1000 برابر کرده زیبایی سفر رو. با موتور نمیشه رفت اینجا. آره باید برگردم تا اینجاش خوب بود، همون رو باید مستقیم برم، همون مستقیم بریم میخوایم نمیریم. 2 لیتر زدش تقریبا لیتری 24,000 توش. Vietnam number one. Vietnam number one. Yes. Where are you from? I'm from Iran. Iran. Yeah. You want me to say you can keep the change, yeah? That's alright, man. It's all yours. Come on. خب رسیدیم. خیلی جای باحالی میخوره باشه. چقدر هم نزدیک بود به این جایی که چیزا هستن، قایقا هستن. Hello, very good. How are you? Thank you. I've got a booking for today. Tomorrow morning you have a breakfast over there from 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Beautiful. Okay? So time check out here is 11. 11. Okay? Yes. Yeah, no worries. Yeah. I need map for you and I let you know where you go. I love your place. It's beautiful. Yeah. Your room is very nice. That's my room for tonight. That's beautiful. Thank you so much. Trinh ơi. خب اینجوری که پیشنهاد داد، این قیمت ماساژش خیلی ارزونه. 200,000 تا ساعتی. بعد گفت تو همین اتاق هم ماساژ میده. خیلی ارزونه به نظرم. خب میگه امروز برم اینجا رو ببینم، فردا از اینجا شروع کنم، بعد برم این، بعد برم گفتش این. احتمالا همین کارو میکنم. ساعت چکرتش ساعت 11، یه مقدار زودتر از بقیه جاست ولی اوکیه. بایسیکل و اسکوتر رو اینام داره. قیمتاش هم خیلی خوبه. 100 تا مثلا میده. اسکوتر رو البته 150 تا هم داره. خیلی تمیز و باحاله. فکر میکنم که $40 گرفتم اینجا رو برای یه شهر. امیدوارم که بهمون خوش بگذره. نه گوشیم شارژ داره، نه دوربینم هیچ کدوم شارژ داره. امیدوارم بتونم اینجا رو یه فیلم خوب براتون بگیرم بچه‌ها. واسه همین زیاد حرف نمیزنم، بذارید برم سمت کانتر. بلیطی که گرفتم رفتم تو، اونجا فیلم میگیرم. بهتره اینجوری فکر میکنم فعلا. دوربینو که روشن میکنی سری میپیچه بازی. اینو به زور میخواستم چیزی دیگه بگم. Just one. One. Yeah. 250,000 rupees. من نمیدونم اونجا داستانش چی بود ولی 250,000 تا میگه ورودیشه. با 3 نفر دیگه باید برم تو. یه جوری یه داد میزنم قشنگ فکر میکنی جنگ شده. یه جنگ گوشه موشه ها برم ببینم میتونم یه دونه درون شات ریز بزنم یا نه. چون اینجا خیلی شلوغه برای اینکه بخوام درون هوا بدم. ببینم یه جای ساکت خوب پیدا شد یه دقیقه درون رو بدم هوا.
خیلی شلوغه ولی خیلی زیادن کسایی که قایق دارن و اینجا، واسه همین خیلی ارگانایزه. بخاطر این به نظرم خیلی خوبه چون خیلی سریع داره میره و نسبت به جمعیتی که میبینید روی آبه اونقدر بد نیست. خدایی میبینید چقدر زیادن. اولین جایی که میخواستیم به ما نگه داشته میگه که یه معبده. Thank you. Thank you. Thank you. Cảm ơn. خیلی خوش گذشت، یعنی به نظر من فوق‌العاده بود. آروم برم که صدا من بشنوید چون شارژ همه چیم تموم شد. یعنی این دوتا دوست که پیدا کردم فرانسوی نبودن تموم بودن. حداقل شارژر داد، یک کوچولو تونستم شارژ کنم. نمیدونستم چرا هیچ کدوم شارژ نداشت، عجیب بود برام. امیدوارم که حال کرده باشید بچه‌ها. به من خیلی خوش گذشت و این تجربه‌ای بود که باید برید. 250,000 تا بیشتر پولش نبود. مثل همیشه این زیر براتون میزنم چقدر میشه. فوق‌العاده است، یعنی یه تجربه بی‌نظیر با پول خیلی کمی فکر می‌کنم. نمی‌کنم چیز اصلا قابلی باشه. خیلی خوب بود. متاسفانه باز اون خانومه که میبرده اصلا انگلیسی بلد نیست حرف بزنه، با اشاره و با حرفای او اینا صحبت میکنه. یه جایی این خانوما که به من شارژر دادن، من زدم به شارژ، فکر کردن که این زنه، یعنی کسی قایق ما رو میبرد، فکر کرد من دزدم. داد و بیداد کرد که اون شارژر رو بذار سر جاش، برای تو نیست. برای گفتم نه، برای خودمه. حالا اینکه بتونیم همدیگه رو بفهمیم یه 10 دقیقه طول کشید. یه قایق دیگه اومدن ویتنامی بودن، به اونا گفت که این برداشته، وسیله اونو صحبت کردیم. گفتم بابا این وسیله خودمه، اینا اصلا به این میخوره چون اکستنشن باتری اون گوشی اون دوربینه که دارم. ولی اشکال نداره، بالاخره میشه بعضی وقتا. اگر از من میشنوید میان اینجا، راه اولی رو انتخاب کنید. فکر کنم 4 تا یا 3 تا راه وجود داره. راه اولی تقریبا کامل ترین راهه. 250,000 تا پولشه و همین 250,000 تا میدید همه چی باشه دیگه. البته بهتره که آخرش یه کادوی کوچیکی به اون کسی که داره اون قایقو میبره بدید، چون بالاخره داره زحمت میکشه. چیزی دیگه 50,000 تا بهش بدید، فکر میکنم خوب باشه. امیدوارم که اولاگا لذت ببرید. فعلا انقدر
بعد از این پشه کوچیکا زیاد نمیره تو چشم. یا خدا چشم نمیبینه ولی مجبورم اینو بزنم، کار دیگه نمیشه کرد. پشه ها کشتم قشنگ.